داخل تابه یک لایه نازک از شکر رو میریزیم و روی حرارت میذاریم تا کم کم کاراملی بشه. هر قسمت از شکر که دیدیم یه مقدار آب شده، از شکر دستور روی اون قسمت دوباره میریزیم. قاشق نمیزنیم، فقط تابه رو روی حرارت میچرخونیم. دوستان ظرفمون بهتره چدن باشه که حرارتش رو میتونیم برای چدن متوسط بذاریم. ولی اگه ظرفمون ضخیم نبود حرارت باید کمتر باشه تا کارامل نسوزه. وقتی 80-90% شکرمون ذوب شد الان میتونیم همش بزنیم. منتها موقعی کره رو بهش اضافه میکنیم که کاملا دونه های شکر حل شده باشه. حالا کره آب شده گرم رو بهش اضافه میکنیم و مخلوطش میکنیم. وقتی خوب مخلوط شد خامه داغ رو هم اضافه میکنیم و زیرش رو خاموش میکنیم و مخلوط میکنیم تا کاراملمون یک دست بشه. دوستان اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم بزنین تا از ویدیوهای جدید و رسیپی‌های جدید با خبر بشین. اینم از غلظت کاراملمون که وقتی خنک‌تر بشه غلیظ‌تر میشه مثل این.